دوستان عزیز درود. این ویدیو رو دیدید؟ حالا ویدیو بعدی رو ببینید چی براتون پیدا کردم. رفقا اینم نسخه ایرانیش تیون شده کف تهران. BMW 318 M40 که این نسخه که دیدید موتور فابریکش با نسخه M44 تعویض شده. موتور 1.9 لیتری 16 سوپا، قدرت 147 اسب که با نسخه اصلیش 40 اسب اختلاف داره. گشتاور 168 نیوتن متر که توسط داینو مشخص شده. سرعت 0 تا 100 فابریکش 8 تا 8.5 ثانیه است که بسته به گیربکس و دیفرانسیلشه. قیمتش توی ایران از 700 میلیون تا 1 میلیارد و 500 میلیون تومان هم هست، بستگی به سلامت و آپشن هایی که داره. ممنون که همراهیمون کردید. لایک، سیو، شیر فراموش نشه.